یک کوسه مخوف و مرگبار مستقیم به سمت تو حرکت میکنه. با خودت میگی آیا این پایان کاره؟ چجوری از حمله کوسه اجتناب کنیم؟ اولین چیز اینه که جاهایی نریم که کوسه هست. توی آبهای عمیق و ورودی بندرگاه‌ها شنا نکنین چون جاهای مورد علاقه کوسه هان، و توی تاریکی هم شنا نکنین چون کوسه ها شبا شکار میکنن و برعکس من و تو اونا توی تاریکی میتونن ببینن. اگه یک کوسه بهتون حمله نکرده و فقط داره نزدیکتون شنا میکنه، با دست و پا زدن و چلپ چلوب کردن فقط بیشتر تحریکش میکنین. شناور بمونین و خیلی آروم حرکت کنین. منتظر بمونین که کوسه دور بشه. در این حین سعی کنین توی خودتون نشاشین وگرنه دیگه کارتون تمومه، چون کوسه بویای فوق‌العاده‌ای داره و تا نیم کیلومتر مربع هر چیزی رو حس میکنه. ولی در کل کوسه ها طعم انسان رو دوست ندارن، پس عمدتاً حمله نمیکنن، مگر اینکه فکر کنن ماهی